اسمتون چی هستی؟ نور محمد. آقای نور محمد، شما توی یک سال اخیر کتابی خونده یا نه؟ من اصلا سواد ندارم. سواد نداری؟ کتابی میخوام بهت معرفی کنم بری بخونی، یعنی این کتاب زندگی نور محمدی عوض کرده. چون که سواد ندارم از چی بخونم؟ خب نه برو یک الف یا دو اندازه می باشه ما نمیتونم بخونم. جدی؟ خب من صوتیشو بهت میگم برو دانلود کن بخون. خوبه؟ صوتی برات همینجور حرف میزنه تو گوشه. وقتی که نخونی روی چی نخونی روی کتاب نخونی صوتیش فایده نداره. چرا؟ من خودم کتاب صوتی زیاد گوش میدم. نه اونجا وقتی آدم بخونی بی‌تأثیر. کتاب 100 سال نعشگی برای نور محمدی ساخته شده. درسته، چون بعد آدم بخونی. شما کتاب 100 سال نعشگی رو نمیخوای بدونی نویسندش کیه؟ نه. چرا؟ بعد چون وقت سواد نداشته باشی چی بدر میکنه؟ میدونی این کتاب صدها نفر رو نعشه کرده؟ به خاطر همین اسمش 100 سال نعشگیه. اونا برن دنبالش با نعشش. خوش نور محمد، شما هم با بریم برادر جان. ما دنبال اینا نبریم. بهنامش کوچیکه. ببینم توی یک سال اخیر کتاب خوندی یا نه؟ نه والا اصلا وقت نکردم. وقت نکردی؟ چرا؟ همش سر کار، دغدغه کاری، فکری، ذهنی. حتی یک ساعت هم مثلا تو طول زندگیت وقت نداری یه کتاب بخونی؟ نه والا خدا اصلا وقت نمیکنم. ویلیام شکسپیر رو میشناسی؟ آره. چیکار است؟ فیلمنامه‌نویسه، کتابم داره، خیلی کتابای حرفه‌ای داره. دوست داشتی برو یه کتابش رو بخون.